امروز یه موضوعی با شما به اشتراک بذارم که به درد خودم خیلی خورد. طریقه استفاده از مغزتونه. میتونید اون از طریق کتاب قوانین طبیعت انسان از رابرت گرین. توی این کتاب شما متوجه میشید که مغز انسان چجوری کار میکنه، طبیعت انسان چی هست، میتونید توی زندگیتون و توی مسیر پیشرفتتون از اون استفاده کنید. مثلا الان زمانی که من داشتم می‌رفتم توی همین آب سر، تمام مغز و بدنم، ماهیچه‌ام، همه چیزم داشت میگفت نرو، ولی من اومدم چون بلدم چجوری از مغزم استفاده کنم. توی بیزنسم هم همین. الان که دارم با شما صحبت میکنم تمام بدنم بی‌حسه و 1 دقیقه و 30 ثانیه ما توی آبی 30 ثانیه بیشتر شدیم چون شدیم 1 دقیقه و 40 و 1 دقیقه و 50. 2 دقیقه